نوروز نزدیکه و چی بهتر از این که شیرینیاتون رو خودتون درست کنید. امروز می‌خوایم با هم دیگه شیرینی فوق‌العاده ساده با طعم پسته و زعفرون درست کنیم. سلام، من فرزانه‌ام، آشپزخونه من خوش اومد. از اونجایی که عید نزدیک، هر سال شیرینی عید خودم درست میکنم. امسال تصمیم گرفتم که شیرینی خیلی خوشمزه با طعم پسته و زعفرون درست کنم. بریم که با هم درستش کنیم. مواد اولیه رو حتما نیم ساعت زودتر بیرون از یخچال بذارین تا به دمای محیط برسه. کره به دمای محیط رسیده رو به همراه پودر قند روی ظرفی میریزیم و کمی با لیسک مخلوط میکنیم. بعد به وسیله همزن حدوداً 10 دقیقه اون رو میزنیم تا کاملا پوک و یه دست بشه. شیر ولرم و زعفرون هم اضافه میکنیم و حدوداً 1 دقیقه میزنیم تا کاملا مخلوط بشن. پودر جوز هندی و پودر هل هم اضافه میکنیم و دوباره 1 دقیقه هم میزنیم. حتما مواد رو با لیستک از کنار ظرف جمع کنید و دوباره هم بزنید. در نهایت آرد و علک کنید و به مواد اضافه کنید. اول با لیستک کاملا مواد رو با آرد مخلوط کنید. در نهایت میتونید به وسیله انگشتانتون مواد رو کاملا جمع کنید. این خمیر نیاز به ورز دادن نداره و اصلا از کف دستتون برای ورز دادن استفاده نکنید. با انگشتان دست کافیه، به خاطر اینکه کره به روغن میفته و خمیر کیفیتش از دست میره. خمیر رو روی سطح کار صاف کنید، روش پسته بریزین و هر سری که پسته میریزین دوباره با وردنه اون رو صاف کنید تا پسته ها به خورد خمیر برن. حتما بذارین 20 دقیقه توی یخچال استراحت کنه تا راحت‌تر از قالب در بیاد. بعد از 20 دقیقه از یخچال بیرون بیارید و با هر قالبی که دوست دارین قالب بزنید. کف سینی کاغذ روغنی بذارین و شیرینی‌ها رو روش بچینید و دوباره 20 دقیقه بذارین داخل یخچال تا استراحت کنه. سینی رو بذارین تو فر از قبل گرم شده به مدت 15 دقیقه در دمای 175 درجه.